ایمان خب گفتیم اساسی ترین بخش تربیت هست، ریشه هست و خشت است. ایرام گرفتیم. در اینجا خواهرای عزیزم دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم دستورات بسیار مهم در بخش تربیت ایمانی برای ما خودت داره. از کجا شروع کنیم و تربیت از کجا شروع میشه؟ تربیت از امیال شروع شده. برای خواهرایی که مجرد هستن و هنوز ازدواج نکردن، تربیت فرزندت از اینجا شروع شده. چه قسم؟ که یک شوهر خوب انتخاب بکنی، پدر خوب انتخاب بکنی برای فرزندت. اینی اولین حق اولاد بالای مادر هست و حق اولاد بالای پدر امی هست که یک مادر خوب برش انتخاب بکنی. بعد از او تربیت طفل از امی زمان حمل دیگه شروع هست. کودک موجود زنده هست، مرده نیست. احساسات از همونجا شروع میشه دیگه. شما ندیدین که قلب طفل از چه زمان به تپش میاد؟ قلب که به تپش آمد تمام احساسات و ادراکات طفل فعال است. شروع تربیت ایمانی فرزند از تربیت ایمانی مادر است. دیگه سر ایمانت بیش از اندازه قبل از مجردی باید کار بکنی. به خاطر در بطن تو دیگه حالا یک کودک است، یک موجود زنده هست. ایمان طفل دقیقاً ایمان مادر است و ایمان مادر دقیقاً ایمان کودکش است. اعمالی که در زمان حمل مادرها میکنن، کرداری که میکنن، رفتاری که میکنن مستقیما بالای طفلش در زمان حمل تاثیر داره. حتی گریه‌ای که میکنی، حتی خنده‌ای که میکنی. یعنی حواس مادر کاملا با حواس طفل گره خورده. ما گفتیم طفل از محسوسات شروع میکنه. هر آن چیزی که قابل حس باشه شروع میکنه. پس اگر مادر در این دوران تلاوت میکنه طفل میفهمه. اگر مادر در این دوران موسیقی هم میشنوه طفل میفهمه. پس از دوران حمل بسیار جدی بگیرید. از اینجا شروع هست. از این ولادت شروع هست. دوران شیردهی شروع هست. فکر نکن طفل چیزی را نمیفهمه. با مخاطر مادرهایی که در دوران شیردهی، در دوران حمل تقوای الهی را مراعات کردن، تربیت فرزند بسیار برش آسان شده.